اگه باهوش باشی هر چه زودتر این ست خوابو یاد میگیری، چون خیلی راحت میتونی ماهیانه 20 میلیون درآمد داشته باشی. پارچه اول دولا تا کنید، دوباره تا کنید تا چالا بشه. از چالای بسته یکسان بیا پایین و خط صاف بکش. از ابتدای یکسان 12 سان میای جلو علامت، 6 سان بیا پایین علامت. این دو علامت رو به صورت هلال به هم وصل میکنیم. از اینجا 12 سان برو جلو علامت، 12 سان بیا پایین و علامت. این دو علامت رو با خط صاف به هم وصل میکنیم. از یک دومش 1.5 سانت بیا پایین و هلال طراحی کن. از بالا 45 سانت پایین میایم علامت، از پایین تاپ 32 سانت داخل میشیم و خط میکشیم. حالا این دو نقطه پهلو رو هم به هم وصل میکنیم. از پهلو 1 سانت بالا بیا، پایین تاپ رو دوباره اصلاح کن. پایین لباس و پهلوها 1.5 سانت جای دوخ بذار، بالای لباس نیم سانت جای دوخ بذار و دور تا دور برش بزن. الگوی جلو رو بردار، قسمت پشت رو دوباره دولا کن. از زیر بغل یه خط صاف به این صورت میکشیم و برش میزنیم. تو پست بعد آموزش دوختش رو میذاریم.